بعد ما بره سای اصلا ما میشانه نه من نه کسی ندارم من هیچ کسی میشانه نه اصلا ما سب کن سای ننداز بعد بره اصلا باش ایران بره اصلا من یه این بدبخت بیچاره نچست به او نچست به نچستی ندارم ندالی پیرزنه اومد انگار مردم راست میگفتن که ازش میترسم ولی میخوام برم پیشش ببینم میتونم باش صحبت کنم. سلام. من میخوام باهات حرف بزنم. دام تا خدا میشانه ندارم. میخوام کمکت کنم. نه ایشانه ندارم. برای تام برای خم تنای بدبخت من ایچر هیچ ندارم. ایشانه ندارم. تام بر فیلم مجی. یه لحظه صبر کن خواهم کمکت کنم. فیلم ندارم. فیلم مجی برای چه فیلم دارم. برای من ایشانه ندارم. من ایچر چه فیلم دارم. چه فیلم مجی. بعد نه کسی ندارم نه کسی دوست نه تشنه آواره نه یکی دارم. میخوام کمکت کنم صبر کن تا بیام تایید خوام باهات حرف بزنم. نه بره اونا بره میشانه ندارم. من بدبخت بیچاره نه کس به او نه کس دوی من ایچر تام بره خط اینایی چی کنی؟ خواهم میام کمکت کنم. نه کمک نخوام هیچ ندارم هیچ اصلا ندارم. من ایچر گوست نه تیش نه من ایچر ای تا من خدا و داد میرسه. بره ازیان نکن بره یه لحظه صبر کن تا بیام مغارت باهات حرف بزنم. نه بره نه نخوام بره یه دونه‌ای هم داشتون نیستش بره ایچی رو خاله نه کسی ندارم نه با درتا میخوای بیای گولم بزنی فیلمم بگیری نه بره میخوام کمکت کنم صبر کن تا بیام بالا. نه کمکم خیلی گولم دی تا میخوای گولم بیا اجازه نمیدی که باهاش صحبت کنم. میشانه ندارم هیچ ندارم. من ایچه نچست به او نچست بیوی بیچست من ای کوه دیاوون چیکار کنم؟ اجازه نمیده باهاش صحبت کنم.
بازمومه ایلیمو حال درد خمو یا دارو بدبختی رو بیفتی بازم برگشتومه خیلی چاکی میخوام کمکت که صاحب کتاب بیام داخل. تو من میخوام برا از من هی اذیت میکنی از اینکه من اذیت نیستم تا هی بدتر میکنی دیگه یا خراب میخوام کمکت کنم صاحب کن. برا خیلی گولوندی برا خیلی گولوندی برا حالا برا هونه برا دنبال کار من ببین من ایچر بدبخت نیترم میخوام کمکت کنم صاحب کن. نه برا خدا برا بگو یا ماما سین برا مایو برا بریم کن بریم که اینه برا من آن چرسی خواندشی بوید دو یه چی نخور برا ماوی اگر اینه نامدم چه رویسه ده خودونی منی راحت گرم ده خود صاحب کتاب کمکت کنم. نه برا بیا پاک آی بیچه سخت پیرمزن نمیذاره که برم باهاش صحبت کنم. پیرزن بیچاره اینقدر همه اذیتش کردن. ازش میترسم برم. پیرزن اجازه نمیده برم باهاش حرف بزنم. سال هاست که به تنهایی در این غار تو این کوهستان داره زندگی میکنه. فکر کنم اینم سگش باشه. من باید هر طوری هست باش حرف بزنم، بهش کمک کنم.
برم پایین منتظرش باشم بیدار بشه. لا میرینی؟ دل تا بیام باید حرف بزنم خواهم کمکت کنم. چه حرفی دارم؟ چه حرفی دارم؟ یه حرفی چی خیبه بزنی؟ چه حرفی دارم؟ میخوام کمکت کنم. نه خاله برا 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 دنبال کاره برا برا خاله. یا خدا برا برا خاله. دایه دل تا بیام داخل باید حرف بزنم. نه خاله بگی یا خدا برا برا خاله برا تنگال های داری منه اذیتی کنی برا میخوام اذیت چرده هم برا مکیتونی بگی یا خدا برا برا خاله برا برا دنبال کارت بلون کو برا مت صدا که تی خیلی که ما چون بدی و این کنی واسنات تیش نمینی چر مت صدا خب دل تا بیام خواهم کمکت کنم. برا خاله برا 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 دنبال کار برا برا دنبال کارت اذیت نکن برا اذیت هم مکن. میخوام بدونم سی ایر خط اینا زندگی کنی. هیچانه ندارم هیچ ندارم برا 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 تو بیشتر اذیتم کردی برا خاله برا برا دنبال کارت المیه چی داشتمی چی خواستم میگه المیه چی بداشتمی چی خواستم میگه ایره چی خواست برا خاله برا دنبال کارت در کار زندگی برا خدا یه دفعه اومیدو یا بعد دارم زنان دلار کنی نام پسیسته دایه بیا 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 از این کنم دارم
بلتام بیام کمکت کنم. حالا بگی یا خدا، بگی یا امام حسین، بگی یا ای خدا، بلون کن دست سر مردم، بلون کن. نه خب میخوام بعد بپرسم. نه برا بلون کن. چه پرسیان دارم؟ پرسیان این خواهم کمکت کنم. نه برا، تو برا شو برا. خواهی اینی بشرم برا تشمار کنم برا. خط نه چی کنی رو؟ چه کنم؟ ایگو میشنه ندار. خب بلتام بیام کمکت کنم. نه تا میخوای گولون بزنی. نه برا بدین کار. بیا اینی برا تشمار کنم. حالا میاد دالو بدبختی بگی یا امام حسین بلو. حالا بیا برا. شرم از خدا. صبر کدامه بیام کمکت کنم. نه بیا برا عزیزم بیا برا خاله برا بیل برا تشمه برکنم برا تشمه برکنم جای بوده. دوستان من هر کاری کردم نتونستم پیرزن رو راضی کنم که باهاش حرف بزنم، بهش کمک کنم. انگار زندگی خیلی سختی داشته. این پیرزن از همه آدم ها میترسه و از اونها دوری میکنه. دیگه هوا داره تاریک میشه. من میرم ولی باز فردا هم میام و تمام تلاشم میکنم که باهاش صحبت کنم، بهش کمک کنم. شما هم در این ویدیو ها با ما همراه باشید تا بتونیم به این پیرزن کمک کنیم.